بهری بولیدگی هر یکی ما و شما قصه میدیا تقدیم میکند. جوان مسلمان و نمازخانه بود. وقتی که مکتب میانه را به اتمام رساند، به دولت‌های اروپا برای ادامه تحصیل خود سفر کرد. پس از مدت 3 سال برگشت به وطن خود، در حالی که نه نماز می‌خواند و نه روزه می‌گرفت و نه میل به اینها داشت. پدر از فرزند سوال کرد: فرزند عزیز، سبب در چیست که نماز نمی‌خوانی و میل به نماز خواندن نداری؟ پسر گفت: 3 سوال دارم. اگر جواب سوال‌های خود را پیدا کنم، پس شروع به نماز خواندن و روزه گرفتن میکنم. اگر به سوال‌های من جواب ندارید، پس نماز و روزه نخواهم گرفت. میگوید پدر به نزد امام محله سفر کرد و موضوع را به حضرت امام رسانیدند و حضرت امام برای جواب گفتن سوال‌های فرزند برگشت و آمد. میگوید فرزند سوالهای خود را بیان کرد. قضا و قدر چیست؟ تقدیر چی معنی دارد؟ دومین سوال این است که خدایی که شما عبادت میکنید، خدایی که شما پرستش میکنید و نماز میخوانید، آیا شما بار اون خدا را دیده اید؟ اگر که ندیده اید، پس اون خدا را شما چگونه عبادت میکنید؟ سومین سوال این است که شیطان اصل پیدایشش از آتش است، از الاو است. روز قیامت الله آتش به آتش چگونه عذاب میکند؟ میگوید جوابهای خود را به اتمام نرسانده بود که حضرت امام یک شپاتی آبدار در روی جوان زد. جوان بسیار تکبر و غرورش بالا شد، خواست که به امام جواب بدهد. اما امام گفت: ای فرزند عزیز، حرکت نکن، زورآوری نکن، چون که هر 3 سوالی که کردی جوابش در یک شپاتی زدن من بود. جوان میگوید بسیار در حیرت افتاد و سوال کرد: ای امام چگونه؟ گفت: آیا تو میدونستی که من در روی تو به شپاتی میام، در همین روز و همین ساعت تو را میزنم؟ گفت: نه ای امام، نمیدونستم. حضرت امام گفت: قضا و قدر همین است فرزند عزیزم. الله در تقدیر تو نوشته کرده است که امروز میایم و من در روی تو یک شپاتی میزنم. دومین سوالی که دادی: وقتی که من تو را زدم درد یافتی؟ جوان میگوید: بله درد یافتم. چنان زده که روم سوخته دارد. میگه همون درد برای ما نشان بده فرزند عزیز. مادامی که درد یافتی، درد برای ما نشان بده که ما باور کنیم که تو درد یافتی. اگر که نشان داده نمیتوانی، پس تو دروغ میگویی، درد وجود ندارد. سومین سوالی که کردی ای جوان عزیز: وقتی که من تو را زدم درد یافتی؟ میگه که بله درد یافتم. میگه چگونه درد یافتی؟ میگوید وقتی زدی چشمم علاو پرید ای امام. میگه باید که تو درد نمیافتی، چون که دستی منم از پوست است، از استخوان است، روی تو هم از پوست است و از استخوان است. تو چگونه درد یافتی؟ میگه درد یافتم قسم به خدا. میگه مادامی که تو درد یافتی، روز قیامت الله آتش به آتش همین گونه عذاب میکند. وقتی که تو درد خود که مخلوق خدا است برای ما نشان دادن نمیتوانی، الله که خالق تمام زمین و آسمان است چگونه برای تو فرزند عزیز نشان بتن؟ میگه وقتی که فرزند جوابهای قانع کننده را برای خود گرفت، در پیش امام میگه زار گریست و اسلام خود را از سر نو برقرار کرد و اطاعت خویش را باز هم دوام داد. باقی در امان الله پاک باشه دوستان عزیز. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.